سرخط خبرها. محدودیت نو برای مهاجران کاری، 10,000 سومانی بر عوض بلیط حربی و پرزیدنت در پیامش از چی خواهد گفت؟ سلام، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را من شهلای عبدالله تقدیمتان میکنم. امروز سه‌شنبه 21 دکبر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان پیام سالانه خود را ارائه میکند. آخر هر سال امام علی رحمان در جلسه یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان دو پالاتای پارلمان تاجیکستان شرکت میکند و درباره فعالیت‌های گذشته و آینده حکومت صحبت میکند. خبرگزاری دولتی خاور قبلا خبر داده بود که پرزیدنت درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری پیام ارائه خواهد کرد. معمولا پرزیدنت تاجیکستان در پیام خود از موفقیت‌ها صحبت می‌کند و خیلی کم درباره کمبودی کار حکومت اظهار نظر می‌کند. مخالفان می‌گویند امام علی رحمان هیچگاه در پیام خود درباره مشکل مهاجران تاجیک و نرخ در بازارها و محدودیت آزادی بیان و دین و اقتصاد اشاره نمی‌کند. معلوم نیست که موضوع کلیدی پیام سالانه رحمان از چه عبارت خواهد بود. همکاران ما نیز پیام را پیگیری دارند و دوام روز می توانید در سامانه ما تفصیلات بیشتر را ببینید. آژانسی ضد فساد تاجیکستان از بازداشت کارمندان کمیسریات حربی ولایت سوخت برای پاره‌گیری خبر داده است. این کارمندان که از آنها موزون عبدالله و غفور و یک شریک او نام برده شده است، برای عوض آماده کردن بلیط حربی کارناشایمی از یک شهروند 10,000 سومانی طلب کردند. در اطلاع رسمی این نهاد آمده است که کارمندان کمیسریات حربی هنگام گرفتن 6,000 سومانی بازداشت شدند و نسبتشان پرونده جنایی باز شده است. در همین حال آژانسی نام شهروندی که باید بلیط حربی می‌گرفت آشکار نکرده است. نظر بازداشت شده ها و نزدیکان آنها هنوز در رابطه با حادثه بازداشت معلوم نیست. مقامات پیوسته از شفافیت صافی دعوت به خدمت حربی میگویند، اما چندین حالت بازداشت کارمندان کمیسریات ها برای پاره‌گیری قبلا رسانه‌ای شده بود. وزارت کارهای خارجه روسیه طرح نوی قانون درباره ورود شهروندان خارجی به این کشور را آماده کرده است. بنا به این سند، مهلت بود و باش موقتی مهاجران در قلمرو روسیه در صورت سرکشی از معاینه حتمی می تواند کم کرده شود. در این باره سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده است. رخصت رسمیات حتمی به قیدگیری دولتی ایزی انگشت، عکسبرداری و معاینه طبی را در بر میگیرد. اینچنین در صورت آشکار شدن بیماری‌های سرایتی برای اطرافیان خطرناک از جمله اسپید، مهلت بود و باش کوتاه کرده می شود. ذکر گردیده است که در صورت موجود بودن یکی از این دلیل‌ها قرار کم کردن مهلت بود و باش نه دیرتر از 3 روز کاری قبول کرده می شود. گفته می شود فرمان مذکور از 29 دکبر سال 2021 اعتبار پیدا می کند. به گفته ستاره شناسان تاجیک، امشب ساعت 9 شب شب یلدا فرا می رسد. در زمان شوروی و پیش از آن مقامات وقت با هر دلیل می خواستند مردم را از تجلیل این روز دور سازند. ولی با گذشت 100 ساله ها جشن شب یلدا در میان ساکنان تاجیکستان رایج مانده است. جزئیات این موضوع را نگار فضل‌الدین برایتان پیشنهاد می کند. تجلیل شب یلدا را افسانه کبیرشایوا در خردی از پدر بزرگش آموخته است. این شام وی نیت دارد شبی درازترین سال را یک جا با دوستانش بگذراند. و در این روز مثلا دوری هم می‌بیاییم، در یک جای میشینیم، کافه یا رستوران میشینیم، حافظ خوانی میکنند، فال حافظ میگیرند، انار میگیرند، تربوز میگیرند و با هم قصه میکنیم. به نظر من این جزء فرهنگ مردم آریایی است و در ما کمتر شب یلدا را جشن میگیرند و به نظر من در ما با آمدن اسلام این جشن ها کمتر شدن، چون جشن های اسلامی آمدن و پس باز دوباره با آمدن شوروی این جشن های تاریخی من کمتر شدن، چون دیگر ما مثلا کریسمس جشن می گرفتیم و سال نو مسیحی و اینا رو جشن می گرفتیم. دیگر کم کم فراموش شدن این جشن ها. صاحب نظران میگویند مردم تاجیک شب درازترین سال را در گذشته به شیوه های گوناگون جشن می گرفتند و برای شب یلدا نام های گوناگون داشتند. در تاجیکستان ضعیفتر هم باشد اما نمرده.
هیچگاه نمرده بود، همیشه وجود داشت. مثل اون که حکومت شوروی ببینید جشن نوروز ممنوع اعلان کرده بود، ولی در دهکدهای ما همیشه وجود داشت. این قصه جشن شب یلدا هم خیلی چیزایی دارد که ما شاهدش هستیم از این کودکیمان تا امروز. در کوهستانایی که من به دنیا آمده بودم کودکی من گذشته است، جشن شب یلدا با این سرعت استقبال گرفته میشد که اون مردم از طرف تیرما در کاهدانها زیر کاهها تربوز و خربوزه نگاه می داشتند. در خانچه های مخصوص انگور می آوختند که انگور تا نوروز می استاد و در شب چیله بعد همون چیزها را می برآوردند. شب چیله می نشستند، دیر می نشستند، در گیری صندلی ها می نشستند، همون جمع آورده های خودشون می برآوردند. گلچهره قاهیر و ستاره شناسی توجیک میگوید که همساله ساکنان زمین شاهد 4 حادثه معمولی کیهانی میشوند که یکی از آنها شب یلدا و شب درسترین سال است. شب یلدا 22 دکبر ساعت 9 شب فرا میرسد. او میگوید باورهای قدیمی که بعضی ها از این شب دارند هیچ دلیل علمی ندارد. Астрономическое событие, о котором я сегодня рассказала, абсолютно не имеет ни положительного, ни отрицательного. ساکنان نباید گرفتاری عقیده‌های خرافاتی شده انتظار باشند که در شب یلدا امکان دارد مصیبت پیش آید یا گرفتاری کدام یک بدبختی شوند. این یک امر کیهانی است و هزار ساله ها آن تکرار می شود و هیچ مایه‌ای نگرانی ندارد. Чего-то остерегаться, а что-то наоборот не бояться делать. مقامات تاجیکستان سالهای اخیر جشنهای باستانی مردم را احیا کردند و با شکوه خاص از آن تجلیل می کنند. نوروز یکی از آنهاست. تجلیل جشنهای مهرگان و ساده نیز به تدریج وسیع می شود، اما در مورد شب یلدا تا حال اقدام رسمی صورت نگرفته است. پگاه 22 دکبر مرافعه دادگاهی قضیه قتل و تجاوز دختر 5 ساله تاجیک هویدا تیلوزاده در روسیه آغاز می شود. این مرافعه بعد 4 ماه دوباره سر گرفته می شود. عبدالسلام سعیدов پدر هویدا با آزیا پلوس خبر داده است که مرافعه دادگاهی در دادگاه ولایت مسکو آغاز می شود. پدر هویدا گفته است با کمک سفارت تاجیکستان در روسیه همسرش را به روسیه فرستادند و حالا هر دو در مرافعه دادگاه شرکت می کنند. او علاوه کرده است که امید دارند فردا آخرین مرافعه دادگاهی قاتل فرزندشان است و بعد حکم گرفتن قاتل آنها به تاجیکستان برمیگردند. بار آخر 22 ایون مرافعه دادگاهی قضیه هویدا تیلوزاده در روسیه برگزار گردیده بود که هیچ نتیجه نداد. 22 ایولی سال 2018 از قتل و تجاوز هویدا تیلوزاده 5 ساله که در شهر سرپخوی روسیه بیرحمانه کشته شد 3 سال سپری گردید، اما تا حال گمانبر قتل او محکوم نشده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات برای امروز خبر می‌دهد. 21 декабри соли 2017 ба кодекси ҷиноӣ тоҷикистон барои фарзандоне ки барқасдона аз нигоҳубини падару модари барҷомонда даст мекашанд ҷазо дар шакли то 3 сол зиндон ҷорӣ шуд. То он замон қонун чунин фарзандонро танҳо ҷаримабандӣ мекард. ҷазо дар ҳоле сахтар шуд ки дар ҷомеаи суннатии тоҷикистон ки нигоҳубини волидонро як қарзи фарзандӣ мешуморанд, бо сабаби бад шудани шароити иқтисодию иҷтимоӣ ҳодисаҳои рӯйгардонидани фарзандон аз волидон рӯ ба афзоиш овард. 21 декабри соли 2004 шахсшиноси маъруфи чех ва як муҳаққиқу таблиғгари забону адабиёти тоҷик Иржи Бечка дар шаҳри Прага даргузашт. ӯ 89 сол дошт ва то охири умраш худро дӯсти калони фарҳангу тамаддуни тоҷикон меномид. Ҳамаи 3 духтарашро номи тоҷикӣ дода буд. аз ӯ зиёда аз 1000 мақола ва 50 китоб роҷеъ ба адабиёти тоҷик ба мерос мондааст. 21 декабри соли 1929 ҳунарпеша ва коргардони маъруфи синамои тоҷик Тоҳир Собиров таваллуд шудааст. Дар 72 соли умраш ӯ дар даҳҳо филми тоҷикӣ нақш офарида филмҳое ҳам сохтааст ки ба ганҷинаи синамои миллии тоҷик дохил мешаванд. нақши шоҳ дар силсила филмҳои 1001 шаб ӯро ба унвони офарандаи филмҳои тафриҳӣ шӯҳратёр кард. بانک ملی قرب اسعار برای امروز چنین تعیین کرده است: $100 1130 سومون و 1000 روبل روسی 152 سومون و 30 درم است.
بینندگان عزیز، فرصت جدا نموده برای نوید بامدادی به انجام رسید. ما را پیگیری کنید و خدا نگهبانتان.